4 گلی که دیگه هیچ وقت قرار نیست تو فوتبال مثلشو ببینی. گل اول مال سلطان گلای خاص و عجیب زلاتانه. عجیب را به واسطه اینکه کمربند مشکی کاراته هم داره، توپو با دشمن فرضیش اشتباه گرفت و با یه سوپر فن تمیز اینجوری یه گل خوشگل زد. از خفن بودن گل دوممونم هر چی بگم کم گفتم. لامصب انقدر دریبل بی‌نقصی زد که انگار با توپ دارن وسط زمین میرقصن و بعدش هم کارو تموم کرد. گل بعدیمونم این داداشمون یه جوری با یه دریبل عجیب غریب و خفن میزنه که این مدافع بیچاره چند لحظه مغزش از کار میفته و خشکش میزنه. ولی تکرار نشدنی ترین گلی که میتونید ببینید قطعاً گل معروف آنکارا مسیه. من نمیدونم مسی 18 ساله چه فکری با خودش کرد که تصمیم گرفت از اونجا بره و گل بزنه، ولی مطمئنم حتی خود مسی هم دیگه نمیتونه تکرارش کنه.